رحیم حسن می نوازد و گاهی هم آواز می خواند. او از 40 سال بدین سو در لیسه مسلکی نابینایان آموزگار است. خودش نیز در همین مکتب درس خوانده است. می گوید که در آغاز دید چشمهایش خوب بود. می توانست بایسکل رانی کند. اما انفجاری سبب شد که یک چشمش را از دست بدهد. خورد که بودم کم بود. دید خوب بود. بایسکل می توانستم موتورسیکل می دواندم. بازی که چرا چشم رفت یک چشم بیخود بین بود. و چشم دیگه روز به روز در وقت کارمل بود. در جاده با انفجار کرد. اونجا چشم وار شد. این مرد میگوید که موسیقی را نزد استاد محمد هاشم و نور محمد سرباز فرا گرفته است و در سالهای گذشته در گروه‌های موسیقی جاز می‌نواخته است. همه یاد دارم. طبله، هارمونیا، رباب، گیتار. اصلا از من رشته جاز است. سابق جاز کار میکردم. رحیم حسن که اکنون 57 ساله است از مسئولان می‌خواهد که در آموزش و پرورش کودکان نابینا باید کمک کنند. کی توجه کنه؟ و کدام مامور و کدام معلم و کی توجه میکنن که باید توجه کنن؟ وقتی در فکر بینا نمی باشه. رحیم حسن در لیسه مسلکی به دانش آموزان ورزش، راه رفتن و مهارت‌های دیگری را که نابینایان بتوانند به تنهایی مشکلات زندگیشان را حل کنند آموزش می‌دهد.